اشکال نداره، بازی همستر کام. تو همین 4 روز پیش این مکان متروکه وسط ناکجاآباد این شکلی بود. و به خاطر اینکه این مکان وسط جنگل گواتمالا قرار داره، جایی که طوفان گردسوری شدید رو تجربه میکنه، خیلی از خونه‌های کوچیک تحمل این شرایط سخت رو ندارن. ساکنین اینجا به خاطر اینکه از خانواده‌هاشون محافظت کنن، مجبورن برای این کار خونه‌های جدید رو بازسازی کنن. هرچند که گواتمالا سیتی به فاصله 4 ساعت رانندگی تفاوت فاحشی از نظر زیرساخت‌های لوکس و فرصت‌های شغلی با اینجا داره، شکافی که می‌خوایم ازش پل بزنیم. به محض اینکه متوجه این جامعه در گواتمالا شدیم، با تف تماس گرفتیم، سازمانی که 2 سال پیش باهاشون 10 تا خونه رو توی جامعه فقیرنشین کاستاریکا بازسازی کردیم تا ببینیم چطوری میشه محل دورافتاده رو از تخریب حفظ کنیم. و یه هفته بعدش داریم به بیرون گواتمالا سیتی رسیم. و علیرغم طبیعت زیبا و فرهنگ غنیش، خیلی زود متوجه شد که چقدر رسیدن به روستای کوچیک چیزگوان دشواره. اونقدر که مجبور شد یه هواپیمای کوچیکو کرایه کنه و بعد کیلومترها از یه راه باریک وسط جنگل بره. این یه عادت روزانه است که محلی‌ها برای درآمد جزئی انجام میدن. داریم به محض ورودش با آلبرتو آشنا شد، پدر 8 فرزنده و خرجشونو همراه همسرش ماریا به واسطه ساعت‌ها را رفتن و رسیدن به نزدیکترین شهر و فروش پارچه‌ها میده که روزانه $2 میشه. به این معنیه که هر کدوم از اعضای خانواده در هفته به سختی با $1 زندگی میکنن. به علاوه همه اعضای 10 نفره در یه اتاق میخوابن. خونه هایی که این مردم توش زندگی میکنن بسیار ابتداییه. کف زمین خاکه، برق ندارن و باید برای گرم نگه داشتن خودشون و پخت و پز توی خونه آتیش روشن کنن. و علاوه بر اینا هیچ راهی نیست که آلبرتو و سایر روستایی‌ها به آب آشامیدنی دسترسی داشته باشن. ما هنوز باید بریم از چاه آب بیاریم، ولی برای خانواده ما به اندازه کافی تامین کننده نیست. میدونین چی میگم؟ شرایط سخته. دیدن رنجایی که این مردم برای حمایت از خانواده‌هاشون میکشن قلب آدمو به درد میاره. ما میخوایم به این جامعه کمک کنیم، یه تفاوت بزرگ براشون به وجود بیاریم، یه محیط امن و راحت برای خانواده هاشون بسازیم. ما به همراه شریکمون تچو برنامه‌های بزرگی برای کارهایی که میخوایم انجام بدیم داریم. فقط طی 4 روز باید 15 تا خونه بسازیم که پنل خورشیدی برای تامین برق داشته باشن، یه سیستم تخلیه فاضلاب، کف بتونی، اجاق هیزومی و یه سیستم جمع‌آوری آب باران با مخزن و فیلتراسیون. تچو تقریباً 1.5 میلیون داوطلب داره که سال‌هاست همراه سازمانن. این نوع فعالیت‌ها میتونه این زندگیشون رو تغییر بده، اونم با ارتباط گرفتن با فرهنگاشون و حمایت از این جوامع. اونا شکاف بین خودشون و اقشار ضعیف رو برداشتن. صبح روز بعد فقط 4 روز برای برداشتن یه قدم بزرگ بیشتر از 50 داوطلب از تکو برای ساخت و ساز به روستا اومدن. چون جاده‌ای توی این روستا نبود، دارین و بقیه مجبور شدن لوازم ساخت و سازو تا بالای تپه ببرن، جایی که خونه‌های جدید ساخته میشن. پس 48 ساعت آینده قراره خیلی سخت بشه. اونا رو هم میذاریم اونجا. با گذشت 2 روز بنای خونه تموم شد. هرچند با وجود 48 ساعتی که باقی مونده بود، هنوز باید لوله‌های آب و لوله کشی برای جمع‌آوری آب رو می‌ساختن که خیلی سخته. اینجوری میتونن کلی آب اینجا جمع کنن. بنابراین برای زمانی که بارندگی ندارن آب کافی در دسترسه. این پیشرفت بزرگیه. من قبلا به توانایی داریم شک نداشتم، ولی اینو مطمئن نبودم. باور نکردنیه، ولی اونا دقیقاً قبل از طلوع آفتاب تمومش کردن تا آلبرتو و بقیه رو غافلگیر کنن. بچه‌ها به خاطر این قضیه خیلی شاد بودن. بیان روبانو ببریم. بلا فاصله میشد دید که چقدر اونا هیجان زده بودن. حالت چهره هاشون، هیجان توی صداشون یه تجربه خیلی زیبا بود. قدردانی که اونا ازمون میکردن بیشتر از کاری بود که براشون کردیم. اینطوری بعد از هر طوفان برای خونه‌هاشون کمتر هزینه میکنن. جاده‌ای که تکو ساخته رفت آمد با اطراف راحت تر میکنه. اونا برق دارن و الان بچه‌ها میتونن تو شب راحت درس بخونن. با این اجاقای جدید پخت غذا براشون ساده تر میشه و به اونا اجازه گسترش میده
و یه روز یه شهرک کارآمد با فرصت‌های مشابه برای کسایی که به شهر نزدیکتر هستن فراهم میکنه. بنابراین این آلبرتو و خانواده‌اش دیگه لازم نیست اون مسیرهای طولانی و سخت رو طی کنن. ما بابت همه چیز خیلی ازتون ممنونیم. همسر و بچه‌ام خیلی الان خوشحالن. من الان تو پوست خودم نمی‌گنجم. علاوه بر اینا یه سورپرایز دیگه هم برای این مردم داریم. ولی قبل از اون میخوام راجع به اسپانسر این ویدیو براتون توضیح بدم. دراگون سیتی. به جز اسپانسر این پروژه بزرگ بودن، دراگون سیتی میزبان یه هفته چالش بازی بشردوستانه از 21 ژانویه تا 28 می. بازیکن‌ها میتونن با پرورش اژدهای الکتریکی و آتشین برای تکو امتیاز جمع کنن. برای هر 50000 امتیازی که در سطح جهانی جمع آوری بشه، دراگون سیتی $100 به تکو US میده تا در آمریکای لاتین با مجموع $20000 سرپناه بسازه که این خیلی خوبه. همچنین یه جزیره مستر بیست هم هست که در 24 ژانویه شروع میشه. اونجا میتونی اژدهای مستر بیست رو در بازی بگیری. ولی اگه اژدهای منو دوست نداری میتونی از اژدهای دیگه استفاده کنی. نگران نباشین، تا وقتی سابسکرایب بمونین ناراحت نمیشم. دراگون سیتی رو میتونین از توی دیسکریپشن یا اسکن کردن QR کد دانلود کنید. اگه بازی رو شروع کنید یه پک مخصوص با 15000 تا غذا، 30000 تا طلا، 10 سنگ قیمتی گیرتون میاد. به هفته بشردوستی 20 بپیوندین. به علاوه 15 خونه‌ای که ساختیم، که مرکز آموزشی هم می‌سازیم که در حال حاضر فقط 2 تا کلاس داره و باید بیشتر بشه. خانم‌ها از اینجا میتونن به عنوان آموزش و ورکشاپ برای یادگیری مهارت‌های جدید در تلاش برای داشتن کارهای دیگه استفاده کنن و این موقعیت خیلی خوبیه. مردم این روستا در خونه‌هاشون، در قلب‌ها و جامعه‌شون رو به ما باز کردن و ما اینو توی این روستا حسش کردیم. حمایت شما از این ویدیو خیلی برام با ارزشه. امیدوارم دوست داشته باشین. مثل همیشه تماشا کردن این ویدیو باعث میشه به بقیه کمک کنین. اما با انگشتاتون میتونین کمکم کنین. همین الان بزنین روی سابسکرایب و برامون بنویسین که زدین. و از هر کسی هم که سابسکرایب نکرده عصبانی باشین. خیلی جواش عصبانی باشین چون ما حمایت مثبت میکنیم. ولی اونقدر عصبانی بشین که سابسکرایب کنن باشه. خداحافظ. با یاد و خاطره آنا. ممنون بابت بی‌نظیر بودنت. سابسکرایب کنین. دوستتون داریم.